پشتی برزبونا فکر و رامان نتوی عربی بسروکاتیا سروک بری کمارا مصر جمال عبدالناصر به تایبتی پشتی کو یکیتی نافبرا ولات سوریه و مصر ده درست بو ده سال 1958 ده ولات عربی و ملت عرب به تایبتی فکر و رامان و هزر ننو وکو در انجام ج فکر شیوعی اشتراکی گرتن و او یک بو صدم کو دست حالات عربی لهر یک ج مصر و سوریه به تایبتی سیاست و کریار ننو لدجی نتوین جدا ج نتوا عربی بگرن ده سری وان ده نتوا کردی لکردستان سوریه فکر عربی اشتراکی شوفینیست بو جارا یکی ده سال 1958 ده جبو نهشتن و تکبرنا هبونا کردی و شونماین کردی لکردستان سوریه به تایبتی پشتی گهشتنا حزب بحث عربی جبو دست حالات سوریه ده سال 1963 ده کریار و پروژه جدا جدا لدجی کردان پیک آنین به مبستان نهشتنا دوزا کردی لکردستان سوریه یک جمازنترین پروژه کو آرمانجا هبونا کردان دکر کمبر عربی بو دبن ناوه پروژه چاکسازی زویان انگو مشروع الاصلاح الزراعی ولگوری وی پروژه حکومت سوری یا شوفینیست بو جارا یکی ده سال 1959 تا سال 1961 ده هجمارک ولاتین سوری ین عرب جپارزگاه درعا و سویدا و حما و ادلبه و گوهستن جبو کردستان سوریه و جوان را نه گوند آوا کرن گوند وانجی افبون عریش مناجیر و اهراس و العامر الاربعین الیلان و ام الخیر او جی لدردورا خابوری هاتن نشتجی کرن هر وها گونده قصرک لدردورا باجار دربیسیه و هر یک جگونده زهیریه و احمدیه لگوندوار باجار دیرکی نیزیکی آوامازن درست کرن او گونده نافبوری یکم قوناغا تعریب کرنا دورا کردی بو قوناغا ددوان جکمبر عربی ده سال 1974 و 1975 ده به سروکاتیا سروک حزب بعث دیکتاتور حافظ الاسد هاته بجی کرن لکردستان سوریه ده انجام ده 4000 مالبات ج عربین غمر آنگو عربین رقای گو هجمار وان گهشت 40,000 کسی لدورن کردی ده 36 گوندان ده کوم کرن 9 گوند لگوندوارن دیرکی ج عربان را هاتن درست کرن 12 گوند لگوندوارن باجار قامشلو ج عربان را هاتن درست کرن لسر اکانی جی 15 گوند هاتن درست کرن جالیه کدن و زوین ولاتین کرد به تایبتی زوین بسر درجاهی سینور سوریه به ترکیه را به بریارک حکومی خستن ملک دولت سوری روبری وان زویان لکردستان سوریه گهشت 138,853 هکتار جتواهی زوین ملکین ولاتین کرد لکردستان سوریه وکو زوین دولت هاتن ناسکرن کو او یک جی صدم اکسرکه بو ده تعریب کرنا کردستان سوریه ده به وی آوایی رژیم عربین هلگری فکر شوفینی به همی هولو شیانین خواه کردستان سوریه تعریب دکرن لیبله هر دم و دم او پروژه عربی لکردستان سوریه به تمامی ندچو سری جبرکو کردستان سوریه هر دم روبروبونا تعریب کرنه دکرن به همیشه وازو تواناین خواه ده سریوان ده پارتیا دموکراتا کرد الپارتی روبروبونا سیاستا تعریبی و پروژه کمبرا عربی دکرن و ولاتین کرد هاند دان تاکو کشیان جا آلاوین چاندنی ین حکومت سوریه را درست بکن و ایرشی وان آلاوان بکن تاکو حکومت سوده جزاوین کردی نبینه ده همان دمیده الپارتی بردوام ولاتین کرد آگهدار دکرن کو او عربین کو هاتنه و گوهستن جبو دورین کردی و نشتجی کرن آوان ده گوندان ده جا آرمانجن تعریب کرنا دورین کردیه لوما سکرتیر الپارتی ده همی میرو لگل هجمارک جسر کردین دن وکو کنعان عقید محمد نظیر مصطفى محمد امین شیخ گولی هوری خالد مشایخ و محمد فخری و هجمارک دن جا اندام و آلیگرین الپارتی هاتن گرتن و زیندان کرن جالیه که دن و کردان به گشتی هر دم به چاوه داگیر کر لوان عرب و گوندان دنرین و هر دم او عرب لوان گوندین خوده جسالین شیستان تا بری شورش آسوری رابه دروشکه مترسیدار ده دجیان و تجاری خواه ندیدیتن خودیه جه اوار کو او قناعت لبا عربان درست ببو کو وی روژک وره و او عرب ویج دورین کردی در کون دما کو شورش سوری د سال 2011 ده دست پیکر و د دمکه کرده لسرانسری سوریه درشمین لدیجی رژیم بعث دیکتاتور بلند بون رژیم نافبوری روش بروش هولین ترور کرنا شورش سوری کر لکردستان سوریه ریل پیشیا چکدارین پککی وکرن و کادروین پککی جغندیل در باسی کردستان سوریه بون بیکو تو کس ریگریه لچالاکین وانین بلوغ وکو بچکرنا خورتان و بلند کرنا درشمین جدا جدا بگره کادروین پککی بناوی پارتیا پیده یکود سالا 2003 دهاتی دامزراندن لسوریه به چالاکیان رادبون کادروین پیده به سرپرشتی رژیم اسد و به هماهنگی و ریکفتن لگل اولهی رژیم اسد روز به روز شورش سوری لدورین کردی به ترور پسند کرن و شر پارتین کردی به گشتی کرن
و برانبر ویکی آسانکاری و هفپیمانی به هوز و اول و گروپین عربی لکردستان سوری را درست دکرن و پشتی دمکی هیزک لشکری بناوه هیزین سوریه دموکراتیک که دهات ناس کرن به قصده جکردین آلیگرین پیاده و جعربین دوری درست کرن بناوه که اوی دوری ج ترورستان بپارزن او هفپیمان و درست کرنا هیزن لشکری هفبش جعرب و کردین آلیگرین پیاده بو سدمک راست راست که عرب لکردستان سوریه ببنه دست حالاتک راست راست و زندی که بو یکی ریل پیشی عربان و بو به تایبتی در بدرین پارزگهین سوریه ین کوج شر و پفچونان دراوین خوال دورین کردی لکردستان سوریه بگرن و پروژیان آوا بکن و خانیان بکرن به تایبتی پیاده دروش من خوده جبو الامه الدیمقراطیه باندکر که او یک بو سدم و بهانه سرکه که پیاده عربان لدورین کردی نشتجی بکه و برانبروی یکی پارتین کردی و جوانین کرد لکردستان سوریه قدغه بکه پارتین کردی بناوه نراواتیه و جوانین کرد بلشکریان چار لکردستان سوریه قدغه کرن او کریار و سیاستا تک آلیب سرپرشتیا رژیم اسد بکراسنه کردی بو سدام سرکه جبو تعریب کرنا کردستان سوریه نمونه لحریم عفرینا رجاوه کردستان رژه کردان نوتو 8 جسادی بو لگوری آمارین پارتین کردی و لگوری آمار ندن رژه کردان لعفرین نوتو 5 جسادی بون تنه هجمار گوند وکو فریری و تلطویل لگوندوارین جندیرسی وکو انجام جه پروژه چاکسازی زویان آنگو اصلاح زراعی ده سالین 58 ده هاتبون نشتجی کرن. لیبل پیاده ده ماویا دستسر کرنا عفرین ده نزیکی 300,000 در بدرین عرب 200 جوان لناوند عفرین ده و 100,000 عرب لدورا جندیرسی و حواندن بناوه کو او در بدرین سوری لدورین خود ود حوینن. تعريبك ممنهج تلفزيوناوان روناهية بيش تركيا وري عفرينة اوان بخادبو 200,000 عرب دا عفرينة دا هي 100,000 جندريسي هيا يعني 600,000 عرب بيش بيدا عفرينة حكمك نسبة عربة لعفرينة سدي يكبر سدي نودو نها أسخر كعفرينة ما أسبوش ظالم سدي نودو نها العفرينة كردبن چند عرب اصلاح زراعی هاتی بود وقتی 7 سالنه 6 سالنه چند سالنه پیاده حکم کرنه او بخود بیجن ما 300,000 عرب عربی حلبن امه ديمقراطية تشبيفايا عفرين جعرد سوريا نظام كوج عفرين يعني تعريبك آنها ديسا يعني بشكل كي ممنهج و حواندنا 300,000 در بدرین عرب لعفرین جعالی پیاده و مزنترین جیبجی کرن جی پروژه تعریب کرنا کردستان سوریه بو به هماهنگی لگل رژیم اسد لعفرین هاتا کرن کو بو یکی رژیم اسد دو چوک ببرکی کشتن جعالی کی و خوش دجبرین سیاست خوره خلاص کرن لدورین دبن کنترول وانده و جعالی کی دن و او عربین دجبر ج اسد را لدورین کردی لعفرین رجاوای کردستان هاتن بجی کرن داویترین هولن تعریب کرنا عفرین جعالی پیاده و او بو دماکو به هبون اخوال عفرین و بدروش من مزن و بلوق دجاتی حکومت ترکیه که هزا ددوان ده پیمان ناتوی ده دکر که بو یکی ریل پیشی حکومت ترکیه وکر که دست به اپراسون که لشکری به بشداربون عربین بسر حکومت دمکی و که در باسی عفرین ببن و کنترول بکن. در باسبونا چکدارین بسر حکومت آدمکی و بهتر ریل پیشیا در بدرین عرب به تایبتی در بدرین کج غطیا روشحالات شامی و گندوارین حمسیین کو بری کفتن لگل رژیم اسد هاتن و گوهستن جبو ادلب و گندوارین عفرین وکر. لیبلی لگوری ولاتین باجار عفرین دبیجن کو پشتی در کتنا چکدارین پیادیج عفرین ولاتین کردین عفرین تاوی روشا خراب و هبونا گروپین چکدار بدگرین عفرین و لسر مال و ملکین خواه نشتجی دبن. هریما کوبانی و هریما جزیری جی دوان 7 سالین دبن دستحالاتا خوفرسکری دستحالاتا پیاده ده جه تعریب کرنه بیپار نما لگوری جه درین خواجهی ریجه عربان لباجارو باجاروکین کردی لهر یک جه هریما کوبانی و جزیری برچاف بوه ایدی عقالین عربی ده بازارین باجارین کردی ده گلکی دیار و بلوغ بونه و او یکتی پشتراس کرن پشتی کو بردف که ناوند راگهاندنا قصده مصطفى بالی به اشکره جمال پرا هواریا بسر پیاده و راگهاندی کو او عربین سوری جه تواهی پارزگه و دورین سوریه بگشتی لکردستان سوریه و تحوینن و او کار لسر پیدا کرنا اولهی جوان در بدران ردکن.
لگوری چاودرین سیاسی کو دماویا 7 سالن بوریده پروژه تعریب کرنه لکردستان سوریه ده آستک بلنده بکراسکی کردی هاته بجیکرن کو او یک لگوری چاودران مزنترین دستکفته جرجیما اسد و پارتیا بحثا دیکتاتور ره جسالا 63 تا نها به دست خواه آنی بو. زید حسن آرک